شهر جده شهری است که در غرب کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان موقعیت دارد. این شهر بر کرانه دریای سرخ قرار دارد و به عروس دریای سرخ ملقب است. شهر جده در منتصف ساحل دریای سرخ واقع شده. این شهر پایتخت اقتصادی و گردشگری عربستان سعودی است. جمعیت جده طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 2004 میلادی برابر با 2.8 میلیون نفر بوده است که 52% آن را تابعیت سعودی دارد. شهر جده بزرگترین شهر عربستان بعد از پایتخت یعنی شهر ریاض است. تاریخ منشأ شهر جده به 3000 سال پیش برمیگردد که توسط مجموعه از ماهیگیران که بعد از توقف سعید در این مکان استقرار می‌گرفت نامگذاری شد. بعد قبیله قزاعه قبل از 2500 سال به آنجا کوچیدند و بنیاد ساختمان نهادند. اما تحول تاریخی این شهر در عهد خلیفه سوم عثمان بن عفان بوده که در سال 647 میلادی هنگامی که به دستور وی اولین بندرگاه برای استقبال حجاج که از راه دریا می آمدند و به زیارت مکه برای ادای عمره و حج می رفتند ساخته شد. در اصل تسمیت شهر جده 3 قول معروف وجود دارد. بکسر الحجیم، بزم الحجیم، مفتاح الجحیم که به معنای جده یعنی مادر پدر و یا مادر بزرگ همچنین گوید. جده مادر بنی البشر یعنی حوا زوجه آدم گویند که حوا در جده مدفون است و آدم در هند مدفون است. همچنین قبرستانی در شهر جده وجود دارد که به نام مقبره امنا حوا معروف است.